والله بخشنده یزدانا، این بندگان آزادگان بودند و این جانهای تابان به نور هدایتت روشن و درخشنده گشتند. جامی سرشار از باده محبتت نوشیدند و اسراری بی پایان از اوتار معرفتت شنیدند. دل به تو بستند و از دام بیگانگی جستند و به یگانگی تو پیوستند. این نفوس نفیس را انیس لاهوتیان فرما و در حلقه خاصان درآر و در خلوتگاه عالم بالا محرم اسرار کن و مستغرق بحر انوار فرما. تویی بخشنده و درخشنده و مهربان. عبدالبها عباس. هو الله ربنا و ملاذنا ازل کروبنا به بزوغ شمس وعدك الكريم و خفف همومنا به نزول ملائکت نصرک المبین و انر ابصارنا به مشاهدت آیات امرک العظیم. ربنا افرغ علینا صبرا من لدن ربنا افتح على وجوهنا ابواب السعادة والرخاء وذقنا حلاوة الحنان وارفعنا مقام
من أنت وطنا به في صحفك و کتب إلى متى يا إلهنا هذا الظلم و طغيان إلى متى هذا الجور و العدوان هل لنا من مأمن إلا أنت لا و حضرت رحمانیت أنت مجير المضطرين أنت سميع دعاء ملهوفين أدركنا بفضلك يا ربنا الأبهار ولا تخيب آمالنا يا مقصود العالمين وارحم الراحمين بنده آستانش شوقی دوستان عزیز و نازنین، درود و الله ابها تقدیم همه شما بزرگواران. بسیار خوش آمدید. بی نهایت سپاسگزارم از این دو بانوی نازنین که الوا و مناجات رو با این لحن ملکوتی تلاوت فرمودند. سرکار خانم فتحیه و تارا خانم عزیز، بسیار ممنون از شما. دوستان عزیز، مناجات های امشب مخصوص روح پاک 10,000 جاویدنامان قهرمان ایران بود که خون پاکشون رو فدای کشور مقدس ایران کردند. در مناجات اول برای شادی روحشون و در اثر دوم گفتگو با پروردگار که چقدر ظلم تا کی و درخواست شد که از این ظلم دوری بشه، یعنی این ظلم برداشته بشه. عزیزان، امشب در خدمت استاد بزرگوار جناب دکتر فریس بدیعی هستیم و برنامه ویژه‌ای رو امشب با ایشون داریم که من وقت عزیز شما رو نمیگیرم و خوش آمد میگم به جناب بدیعی عزیز و اللهها و ممنونم که وقت عزیزشون رو در اختیار ما گذاشتن. بسیار خوش آمدید جناب بدیعی. خیلی متشکرم. الله ابها خدمت همگی. نشست خودمون رو میخوام با تبریک ایام ها خدمت همه شروع کنم.
و خیر مقدم بگم و تشکر کنم از اینکه تشریف آوردید. مطلبی دستور دادن در موردش صحبت بکنیم که مطلبی است بسیار مشکل و بسیار سخت و صعب در این دورانی که الان ما میگذرونیم. از زمان ظهور امر مبارک بهایی تا امروز همیشه پیروان اسم اعظم مورد عذاب و مورد تبعیضات و مشکلات بسیار بسیار شدید در مهد امرالله بودند و این مطلب و این مشکل ادامه داره. موضع رسمی جامعه بهایی در تمام دنیا عدم مداخله در امور سیاسی است. این موضع اصلی ماست و ما هم در عرایض امروز به هیچ وجه از این موضع اصلی تخطی نخواهیم کرد و به بیراه نخواهیم رفت. ولکن من خودم رو شایسته این نمیدونم که از کسی خورده بگیرم و یا خودم رو در موضعی قرار بدم که بخوام بر کسی ایراد بگیرم اگر شخصی تصمیم گرفته باشه که مطالبی در مورد این مسئله‌ای که الان در دنیای ما وجود داره گفته باشه و یا در آینده بگه. بنابراین ابدا من وارد اون وهله نخواهم شد. بیانات و الواحی از طلعات مقدسه بهایی وجود دارند که برخی از اونها برای من ارزش خاصی دارند. مطالب بسیار مهم و نکته‌های باریکی رو بیان می‌کنند. و مجلس امشب رو من با اجازت میخوام با اشتراک یکی از این الواح حضرت بهاءالله که در مائده آسمانی جلد 7 آمده خدمتتون تقدیم میکنم. عرایض من امشب همه امری نخواهد بود. من علاوه بر اینکه بهایی هستم ایرانی هستم. قلب و روح من متأثر است از اون چیزی که در ایران میگذرد. با وجود عدم دخالت در امور سیاسیه من خودم رو نمیتونم از غم و همی که به خاطر آنچه که بر مردم ایران وارد میشه کنار نگه دارم. بنابراین شکوه خواهم کرد. حکومت باید چون پدر و مادر محافظ اتباع خودش باشه. من معتقد نیستم که باید رابطه دولت و ملت طوری باشه که هزاران نفر کشته بشن چون شاید نون ندارن، برق ندارن، آب ندارن، مایحتاج اصلی زندگی رو ندارن و به این دلیل کشته میشن. البته مطالب بسیار از این عمیق‌تر و دشوارتر هست. محور تعالیم حضرت بهاءالله و محور هدف دیانت بهایی با ظهور جمال مبارک از بقیه ادیان سالفه متفاوت شد و حضرت بهاءالله این مطلب رو صراحتاً بیان می‌فرمایند. حضرت بهاءالله در لوحی که عرض کردم در مائده آسمانی جلد 7 وجود داره، من اون رو با شما به اشتراک خواهم گذاشت. ولی قبل از اون یکی دو جمله از لوح رضوان‌الله حضرت بهاءالله رو براتون میخونم. میفرمایند قل تالله عزیز علی، قسم به خداوند که عزیز و بزرگ است. بان اکون بینکم و اسمع منکم ما لا سمعه اذن احد، من بین شما بودم و هستم
و از تمام شما مردم شنیدم آن چیزی که هیچ گوش دیگری نشنیده، ما لا سمعه اذن احد من قبل ولکن الله اظهرنی بالحق، ولکن خداوند من رو به حق ظاهر کرد و امرت به ان لا اعبد الا ایاه، و به من امر شدم، دستور داده شد به من، یعنی حضرت بهاءالله، که هیچ چیزی رو به غیر از او عبادت نکنم و اینکه واذکرکم بما هو خیر لکم، و برای شما چیزهایی رو ذکر کنم که برای شما بهترین است، ان ملکوت ملک السماوات و الارضین. بعد میفرمایند ولو کان الامر بیدی، اگر امر دست خود من بود، ما از هر تو نفسی، من خودم رو ظاهر نمی کردم، یعنی این چیزی نیست که تصمیم خود من باشه، ما از هر دو نفسی بین یدی هؤلاء الاشرار، من خودم رو بین دستهای این اشرار ظاهر نمی کردم، ولکن انه لهو المختار، ولی او مختار است، خداوند مختار است، یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید، هرچه مشیت او باشد و هرچه اراده او باشد به آن حکم میکند و به آن عمل میکند. بنابراین جمال مبارک در این بیان میفرمایند که من چیزی از شما شنیدم که گوشهای قبل نشنیده بودند. اشاره میفرمایند به مطلب جدیدی، به محور جدیدی در امر مبارک بهایی. اما لوح معاده آسمانی جلد 7 میفرمایند در طفولیت، یعنی در زمان طفولیت خود حضرت بهاءالله، در کتابی که نسبتش به مرحوم مغفور ملا باقر مجلسی بوده، یک از کتاب‌های ملا باقر مجلسی، غزوه اهل قریظه را مشاهده نمود. می‌فرمایند که من داستان جنگ بنی قریظه رو خوندم و در زمان طفولیت و از آن حین محموم و محزون بود. می‌فرمایند از اون موقع که این داستان رو، این جریان تاریخی رو خوندم، محموم و محزون شدم، به شأنی که قلم از ذکرش عاجز. چنان تأثیر حضرت بهاءالله گذاشته این قضیه که می‌فرمایند قلم از ذکرش عاجز است. بعد می‌فرمایند اگرچه آنچه واقع شده امر الله بوده، امر خداوند بوده، دیانت اسلام شریعه الهی و برحق است بنابر اعتقاد اهل بها، اگرچه آنچه واقع شده امر الله بوده و مقصود جز قطع دابر ظالمین نبوده، ولکن چون دریای عفو و فضل بیکران مشاهده میشد، جهت دیگه خداوند رضا با الله اینجا نشان میدن. میفرمایند دریای عفو و فضل بیکران مشاهده میشد، لذا در آن ایام از حق جل جلاله میطلبید آنچه را که سبب محبت و الفت و اتحاد کل من علی الارض بوده. برای این توجه از بهاءالله منعطف میشه به ایجاد محبت و الفت و اتحاد و از حق جل جلاله جمال مبارک این رو میطلبند در ایام طفولیت، تا آنکه در 2 ماه مولود، یعنی در 2مین روز بعد از ماه تولد حضرت بهاءالله، در ایام طفولیت، قبل از طلوع جمیع اطوار، قبل از طلوع یعنی در موقع سحر، جمیع اطوار و ذکر و فکر منقلب شد. تمام اطوار و ذکر و فکر حضرت بهاءالله منقلب میشه. انقلابی که بشارت عروج میداد. این انقلاب تا 12 یوم متتابع و متوالی نازل و ظاهر، بعد امواج بحر بیان مشهود، یعنی آنچه که ما امروز داریم از بحر بیان جمال مبارک بعد از اون اتفاق افتاد و تجلیات نیر اطمینان مشرق و موجود، الا ان انتهى الامر راهین الظهور، تا اینکه امر مرحله اظهار امر جمال مبارک منتهی شد. اذا فزت بما جعله الله مبدأ فرح العالمین و مشرق العطا لمن فی السماوات و الارضین. و بعد از قلم اعلی آنچه سبب زحمت و مشقت و اختلاف بوده به امر مبرم محتوم برداشتیم و آنچه علت اتفاق و اتحاد نازل و جاری. اینجاست که محور شریعت حضرت بهاءالله از ادیان قبل تفاوت پیدا می‌کنه.
بعد میفهمین لا ینکر فضل هذا الظهور، کسی انکار فضل این ظهور رو نمیکنه الا کل غافل محجوب و ظالم محبوس. شاید بشود گفت که اولین اثر محرر نوشته شده از بیانات حضرت بهاءالله لوح شکرشکن هست. حضرت ولی امرالله در قرن بدی در مورد این لوح میفرمایند اکنون میقات مقرر، یعنی میعاد عظیمت جمال اقدس ابها از عراق فرا رسید. موقعی بود که حضرت بهاءالله و عائله مبارکه از بغداد سرگون میشدند و مساعی و حیل و تدابیر مستمر دشمنان امر، خصوصا شیخ عبدالحسین و همدست وی میرزا بزرگخان که در مدت 9 ماه بلا انقطاع به جعل اکاذیب و انحراف حقایق و ارسال تقاریر دهشت‌آمیز مألوف بودند، ثمره خیش را به بار آورد و لوائح یعنی بادهای شدید و مداوم که از یک طرف به شاه ایران و وزرای مملکت و از طرف دیگر به سفیر کبیر دولت علیه در استانبول راجع یعنی حکومت عثمانی به تسریع در انتقال حضرت بهاءالله از شطر بغداد فرستاده میشد. ناصرالدین شاه را بران داشت که بالمعال در این باره حکم قاطع و امر صارم صادر نماید. این بود که به وزیر خارجه خود میرزا سعید خان دستور داد فرمانی مؤکد به میرزا حسین خان سفیر کبیر ایران در دربار عثمانی که صاحب نفوذ عظیم و روابط دوستانه قدیم با عالی پاشا و فؤاد پاشا صدر اعظم و وزیر امور خارجه آن دولت بود صادر و او را موظف نماید که با اولیای حکومت وارد مذاکره شده و از جانب دولت مطبوعه از سلطان عبدالعزیز درخواست کند که چون اقامت دائم حضرت بهاءالله در مرکزی مانند بغداد که نزدیک سرحد ایران و جوار زیارتگاه مهم شیعیان واقع است، امنیت مملکت به استقلال حکومت را تهدید می نماید، ایشان را به نقطه دیگری که از حدود و ثغور ایران دورتر باشد منتقل سازند. میرزا سعید خان وزیر امور خارجه در نامه‌ای در این خصوص به سفیر دولت علیه در باب عالی ارسال داشته بابیان را فرقه ضاله خبیثه خواند و از استخلاص حضرت بهاءالله از سیاهچال تهران اظهار تأسف و تأثر می نماید و آن وجود اقدس را به عنوان نفسی که در خفیه به افساد و اذلال سفها و مستضعفین جهال معروف است قلمداد می کند و در مکتوب می نویسد دوستار بر حسب امر قدر قدرت همایون سرکار اعلی حضرت شاهنشاه مأمور شد که مراتب را به توسط چاپار مخصوص به اطلاع آن جناب رسانیده مأموریت بدهد که بلادرنگ از جنابان جلالت مآبان صدر اعظم و ناظر امور خارجه آن دولت وقت خواسته مطلب را به میان بگذارد و رفع این مایه فساد را یعنی بابیان را از مثل بغداد، جایی که مجمع فرق مختلفه و نزدیک به حدود ممالک محروسه است، ممالک محروسه یعنی ایران، بخواهد. میرزا حسین خان به استحضار یعنی پشتیبانی مقام سلطنت که بسیار اختیارات خیش را به وزرا و نمایندگان مختار خود مفوض نموده و با کمک و معاونت بعضی از سفرا و قناصر دولت خارجه مقیم استانبول موفق گردید، اجازه عبدالعزیز پادشاه عثمانی را نسبت به انتقال حضرت بهاءالله و اصحاب آن حضرت به استانبول به دست آورد. اما قبل از این جریان احبای ساکن بغداد در عرض قریب 3 هفته 2 به 2 2 نفر با هدایت شخصی به اسم آقا رضای کرد که به امور حقوقی عثمانی وارد بود هر روز به دارالحکومه میرفتند و پاسپورت عثمانی میگرفتند، یعنی تبعیت خودشون رو از تبعیت ایران به تبعیت عثمانی تبدیل میکردند. وقتی شیخ عبدالحسین و میرزا بزرگخان شنیدند که اصحاب تابعیت عثمانی را پذیرفتند شدیداً دچار حیرت یعنی غافلگیر شدند. احبا دیگه در تحت سلطه حکومت ایران نبودند. در این هنگام که ضدیت و دشمنی با حضرت بهاءالله و جامعه بابی در آن دیار چون اظهار امر خفی واقع شده بود ولی اظهار امر علنی هنوز واقع نشده و هنوز جامعه به عنوان بابی شناخته میشد، شدت و فزونی یافته بود. سید میرزا محمد حسین متولی باشی قمی یکی از بابیان که شهرت و پیشینی خوبی هم نداشت
طی نامه‌ای به حضرت بهاءالله توصیه و سفارش می‌نماید که بهتر است ایشان برای حفظ جان و پرهیز از آسیب و گزند دشمنان و بدخواهان یک چندی خانه نشین شوند و یا آنکه به جای دیگر بروند. حضرت بهاءالله در پاسخ به نامه و پیشنهاد او لوحی نازل می‌فرمایند که این لوح شکر شکن است. در ابتدای این لوح یک بیت از شعر حافظ شکر شکن شوند، اولش می‌فرمایند هو العلی الاعلی، شکر شکن شوند همه طوطیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می‌رود. قند پارسی خود جمال مبارک هستند. مکتوب آن جناب بر مکمن فنا واصل، جمال مبارک می‌فرمایند مکتوب آن جناب یعنی پیشنهادی که دادی بر مکمن فنا واصل و بر مخزن تسلیم و رضا وارد، و آنچه مستور شد منظور گشت و هرچه مذکور آمد صحیح و درست. ولکن محبان کوی محبوب و محرمان حریم مقصود از بلا پروا ندارند و از قضا احتراز نجویند. از بحر تسلیم مرزوقند و از نهر تسلیم مشروب. رضای دوست را به دو جهان ندهند و قضای محبوب را به فضای لامکان تبدیل ننمایند. زهر بلیات را چون آب حیات بنوشند و سم کشنده را چون شهد روح بخشنده لاجرعه بیاشامند. چون شهد روح بخشنده لاجرعه بیاشامند. در صحراهای بی آب مهلک به یاد دوست مواجند و در بادیه های متلف به جانفشانی چالا. دست از جان برداشتند و عزم جانان نمودند. چشم از عالم بربستند و به جمال دوست گشودند. جز محبوب مقصودی ندارند و جز وصال کمالی نجویند. بر پر توکل پرواز نمایند و به جناح توسل طیران کنند. نزدشان شمشیر خونریز از حریر بهشتی محبوب تر است و تیر تیز از شیر مقبول تر. زنده دل باید در این ره 100,000 تا کند در هر نفس 100 جان نثار. اگر چشم بصیرت ناس باز بود، همین جلوس این عبد در ظاهر همه را کافی بود که با همه این اعدا و موارد بلا چون شمع روشنیم و چون شاهد عشق در انجمن. حجاب را سوختیم و چون نار عشق برافروختیم. ولکن چه فایده که جمیع عیون محجوب است و همه گوشها مسدود. در وادی غفلت سیر می نمایند و در بادی ضلالت معش می کنند. هم بریون اما اونا از ما بیزار هستند. هم بریون اما اعملو از اونچه که ما عمل می کنیم و انا بریون اما یعملون و ما از اعمال اونها بیزار هستیم. معلوم آن جناب باشد که یکی از معتکفین آن عرض که مشغول به زخرف دنیاست و از جام رحمت نصیبش نه و از کأس عدل و انصاف بهره‌اش نه و در لحظه این بنده را ندیده، در مجمعی مجتمع نشده و ساعتی مانسا نجسته، قلم ظلم برداشته و به خون مظلومان رقم کشیده. بعد جمال مبارک می‌فرمایند شعری عربی و طوعا لقاض اتی فی حکمها حکمه عجبا افتا به سفک دمی فی الحل و الحرام. می‌فرمایند واقعا عجیبه، اون قاضی که حکم میده بر علیه ما خیلی عجیبه، به ریختن خون فتوا میده. حالا میخواد حلال باشه و یا حرام. حلال و حرام بودنش براش فرقی نداره. این شاید کنه بدون شک یکی از اولین الواح جمال مبارک است که اشاره شدید به ظلم و ستم اغیار و احبا داره. مرحوم ملک الشعرای بهار، این جریانی که ما در ایران الان برش شاهد هستیم مسئله جدیدی نیست. فقط در دوران زندگی من خودم 2 بار شاهد این انقلابات بودم. یکی انقلاب سال 57 و یکی هم که الان اتفاقاتی که داره میفته، اتفاقاتی که الان داره میفته هر 2-3 سال یک بار به دلایل مختلفه در ایران تکرار میشه. قبل از اون انقلابات مشروطه بود، انقلاب مسائل دیگه بود، میرزا کوچکخان جنگلی، نایب حسین کاشی و غیره و غیره. ایران در تلاطم بوده
همیشه در تلاطم بوده. از زمان شاه سلطان حسین صفوی در تلاطم بوده. نادرشاه افشار برای مدت کوتاه ایران رو دوباره یکپارچه کرد، ولی بعد از اون به دست حکومت زندیه افتاد که مدت بسیار بسیار کوتاهی حکومت کردن و بین زندیه و قاجاریه اختلافاتی که افتاد و بعد حکومت قاجاریه آمد و حکومت پهلوی و الان هم که جمهوری اسلامی. در تمام این دوران خطه ایران دستخوش ناملایمات بوده، به حدی که شعرای معروف ایران در این مورد شکوه کردن. ملک الشعرای بهار که با خاندان پهلوی روی خوشی نداشت، اگر من اشعاری مطالب ادبی از ایران خدمتتون تقدیم میکنم، به هیچ وجه ارتباطی به تمایلات سیاسی سراینده شعر و یا گوینده مسائل ادبی نداره. به هیچ وجه به اون نگیر. من کاری ندارم که ملک الشعرای بهار اعتقاد نفسیش چی بوده، زندان بوده یا نبوده، اینها به طور کلی از حوزه صحبت ما بیرون هست، از حوزه توجه ما بیرون هست. ولکن ملک الشعرای بهار از استیصال دست به دامان کوه دماوند میشه و شاهکار ادبی خودش قصیده دماوندیه رو میسازه. آنچه که بر ایران وارد میشه همه رو با کوه دماوند به سخنگرایی میپردازن، با کوه دماوند مکالمه میکنن. این ملک الشعرای بهار به کوه دماوند میگوید که دیو سپیدی هستی که پای تو را در بند کشیدن، تو گنبد گیتی هستی، به سر خودت یک کلاه خود داری و آهن، کمربند آهنین به میان بسته‌ای، به کمر بسته‌ای. تو مشت جهان هستی که بر زمین کوبیده شده. و بعد حرفش رو عوض میکنه و میگه نه، تو درد ورم زمین هستی که از زمین رویده‌ای به خاطر دردهایی که این خطه و این سامان کشیده. ای دیو سپید پای در بند، ای گنبد گیتی، ای دماوند. از سیم به سر یکی کلاه خود، زاهن به میان یکی کمربند. تا چشم بشر نبیندت روی، بنهفته به ابر چهره دلبند. تا وارهی از دم ستوران، بین مردم نحس دیو مانند. با شیر سپهر بسته پیمان، با اختر سعد کرده پیوند. چون گشت زمین ز جور گردون، سرد و سیه و خموش و آوند. بنواز خشم بر فلک مشت، آن مشت تویی ای دماوند. تو مشت درشت روزگاری، از گردش قرنها پس افکند. ای مشت زمین بر آسمان شو، بر ری، یعنی شهر ری که در واقع قبل از تهران شهر ری بود، از بر ری بنواز ضربتی چند. بعد پشیمون میشه، میگه نی تو نمشت روزگاری. ای کوه نیم ز گفته خرسند. خوشحال نیستم این حرف زدم. تو قلب فسرده زمینی، از درد ورم نموده یک چند. تا درد و ورم فرو نشیند، کافور بر آن زمان کردند. شو منفجر ای دل زمانه، من آتش خود نهفته مپسند. خاموش منشین سخن همی گوی، افسرده مباش خوش همی خند. پنهان مکن آتش درون را، زین سوخت جان شنو یکی پند. ملک الشعرای بهار خودش رو سوخته جان میدونه. از من یک پندی بشنو، زین سوخت جان شنو یکی پند. گر آتش دل نهفته داری، سوزد جانت به جانت سوگند. سوزد جانت به جانت سوگند. بر ژرف دهانت سخت بندی، بربسته سپهر زال پرفند. من بند دهانت برگشایم، ور بگشایند بندم از بند. از آتش دل برون فرستم، برقی که بسوزد آن دهان بند. من این کنم و بود که آید، نزدیک تو این عمل خوشایند. آزاد شوی و برفروشی، ماننده دیو جسته از بند. خرای تو افکند زلازل، از نیشابور تا نهاوند. و ادامه داره، قدری طولانی تر هست. از نار و سعیر و گاز و گوگرد، از دود و حمیم و صخره و گند. از آتش آه خلق مظلوم،
از آتش آه خلق مظلوم و از شعله کیفر خداوند. ابری بفرست بر سر ری با رنج ز هول و بیم و آفند. بشکن در دوزخ و برون ریز باد آفر کفر کافری چند. زانگونی که بر مدینه عاد سر شرر عدم پراکند، چونان که به شارستان پومپی ولکان اجل معلق افکند. بفکن ز پی این اساس تزویر، بگسل ز همین نژاد پیوند. برکن ز بن این بنا که باید، از ریشه بنای ظلم برکند. زین بیخردان سفله بستان، داد دل مردم خردمند. زمانی که من زمان جوانی خودم در ایران که بزرگ می شدیم، بزرگ بودیم ولی داشتیم بزرگتر می شدیم و پا به سن می گذاشتیم، اوضاع بسیار ناجور بود در اون موقع و فرهنگ ایران در اون موقع ما رو گرفتار مطالبی کرد که دوستان ما در کمال زحمت، در کمال مشقت، جوانانی که زندگی هاشون رو برباد دادن. یکی از اشعاری که در اون زمان، یکی از آهنگ‌هایی که در اون زمان بسیار رایج بود، این شعر فرهاد هست که من میخوام با شما به اشتراک بگذارم. صدا میاد؟ نه فریس جان. برای همین من کمک. اگه میخوایم من بذارم، آماده هست. بله لطفا، خیلی ممنون، شما این کارو بکنید. بله ممنون میشم. میگذاریم از اون به مطلب ادامه میدیم برای اینکه نمیخوایم وقت تلف کنیم. کوچه ها باریکن، دکونا بس از خونه ها تاریکن، تاقا شکست است از صدا افتاده، تار و کمونچه مرده میبرن کوچه به کوچه. نگاه کن مرده ها به مرده نمیرن، حتی به شمع جون سپرده نمیرن. شکل فانوسی‌ان که اگه خاموشه واسه نف نیست هنو، یه عالم نف توشه. جماعت من دیگه حوصله ندارم، به خوب
بامید و از بد گله ندارم، گرچه از دیگرون فاصله ندارم، کاری با کار این قافله ندارم. کوچه ها باریکن، دکونا بسته است، خونه ها تاریکن، تاقا شکسته است، از صدا افتاده تار و کمونچه مرده میبرن کوچه به کوچه. کوچه ها باریکن، دکونا بسته است، خونه ها تاریکن، تاقا شکسته است، کوچه ها باریکن، دکونا بسته است، خونه ها تاریکن، تاقا شکسته است. ببخشید جناب دکتر، ادامه داشت بعد میذاشتم برایشون. الان میذارم. امروز 8 اسفند هست و پیامی از ساحت اعظم، از بیت العدل اعظم، خطاب به احبای ایران رسید. پیامی است کوتاه و من لازم میدونم که این پیام رو با شما به اشتراک بگذارم. می‌فرمایند ستایگان ثابت و با وفای اسم اعظم در مهد امرالله ملاحظه فرمایند: ای یاران دیرین حضرت یزدان، در آستانه فرارسیدن شهرالعلا، ماه مبارک سیام که به فرموده قلم اعلی هر ساعتش متبرک است و مقدس و به فضیلتی مخصوص مخصص، این جمع فرصت را مغتنم شمرده تا مراتب مهر و مودت بیکران خود را به آن عزیزان رهپویان سبیل محبت و استقامت و قهرمانان عرصه خدمت و همت ابراز داریم و شما را در این برهه تلخ و پرمحنت تاریخ آن اقلیم مخاطب سازیم و همدردی و همدلی نماییم و به ذکر خیرتان پردازیم. در این ایام احبای الهی در اقصی نقاط عالم با توسل به قوای روحانی منبعث از حکم صیام با خلوص نیت و پاکی طینت به ذکر و تبتل و تعمق در تعالیم الهیه مشغول خواهند بود تا آینه قلب را صیقل دهند و جاذب تأییدات یزدانی گردند و همگان را به پرتو انوار حضرت پروردگار منور نمایند و در خدمت و محبت به اطرافیان و ترویج وحدت نوع انسان بیش از پیش کوشا و مؤید گردند. به یقین بدانید که پیروان جمال قدم در سراسر عالم در طی این ماه از اعماق دل و جان به جمع شما خواهران و برادران روحانی متصلند و مرتبط. شما و سایر هموطنان عزیزتان را به یاد دارند و از آزار و آلامی که متحملی دل شکستند و حزین و بست اندوهگین. برای آسایش و سربلندی سرزمین مقدس ایران موطن جمال مبارک جانان و برای حفاظت و سلامت و رخا و راحت جمیع مردمانش به درگاه ایزدی ملتمس و متضرعند و نزد حضرت بینیاز به راز و نیاز مشغول و معلوف. این بندگان آستان نیز به کمال تضرع و ابتهال و به نیابت از شما عاشقان جمال ابها در این جوار پر انوار در حق شما و جمیع مردمان شریف ایران مستمراً دعا و استغاثه می نماییم که قلوب التیام یابند و رفاه عمومی میسر گردد و آسودگی حقیقی رخ بگشاید.
امضا بیت العدل اعظم. دوستان و احبای سراسر عالم، ما هستیم، ما از جمله آنها هستیم که امشب به یاد عزیزان ایران، بهایی و چه غیر بهایی و کشتگان متعلمین هستیم و در حق همه دعا میکنیم. 29 ژانویه امسال یعنی حدود 1 ماه پیش، یک خانمی از ایالات متحده آمریکا عریضه حضور بیت العدل تقدیم کرد. خانمی که کم صبر بود و هست. بیت العدل اعظم پاسخ دادن. این خانم نامه‌ای نوشت که مورخ 20 ژانویه بود، پاسخی دریافت نکرد. دوباره در 29 ژانویه، فقط 9 روز بعدش، نامه مجددی نوشت و یادآوری کرد و تقاضای پاسخ کرد. بیت العدل اعظم فرمودند بیت العدل اعظم نامه مورخ 20 ژانویه 2026 شما را دریافت کردند که در آن نسبت به اوضاع کنونی ایران و پیامدهای آن برای جامعه بهایی ابراز نگرانی کرده و پرسیده‌اید که چگونه میتوان این رویدادها را در پرتو تعالیم امر الهی بهتر درک نمود. همچنین نامه مورخ 29 ژانویه 2026 شما در پیگیری مکاتبه پیشینتان واصل گشت. مقرر نمودند به قرار ذیل مرقوم گردد. یعنی بیت العدل اعظم فرمودند این پاسخ رو بفرستید. مقرر نمودند به قرار ذیل مرقوم گردد. نگرانی ها و احساس ناامیدی و استیصال شما در برابر بی‌عدالتی هایی که در ایران به ویژه در هفته های اخیر بر بسیاری رواگشته کاملا قابل درک است. تمعن و تفکر در گستره مصائب وارده بر شمار بسیار زیادی از نفوس، البته قلب هر فرد بهایی را عمیقاً اندوهگین می‌سازد. آلام و منازعات و بی‌عدالتی هایی که در عالم انسانی مشهود است، همگی نشانه های فرسودگی نظم کهنه جهان است. اما در آثار امر الهی به ما اطمینان داده شده که ظهور حضرت بهاءالله فرایند سازنده ای را به جریان انداخته است. فرایندی که بهایان سراسر عالم همراه با همکاران و همفکران خویش مشغول به پیش برده آنند. در خصوص مصائبی که بر خواهران و برادران عزیزمان در ایران طی بیش از 4 دهه وارد آمده، مفید است که محن و آلام آنان را در چشماندازی وسیع‌تر ملاحظه نمود. همانطور که بیت العدل اعظم فرمودند هدف نهایی ظهور حضرت بهاءالله توانمند ساختن مردم جهان به ترویج مدنیتی است پیشرو که پاسخگوی احتیاجات مادی و معنوی همه نوع بشر باشد. هدفی که تمامی جوامع بهایی در سراسر عالم با جد و جهد عزم راسخ در تحقق آن می‌کوشند. در این منشور عظیم ید قدرت الهی نقش ویژه‌ای را به عهده مؤمنین ممتحن جمال ابها در ایران گذارده است. مسیر رشد و توسعه جامعه بهایی در مهدم الله همواره با امتحانات و مصائب همراه بوده است. بهایان ساکن ایران علیرغم آزار و اذیت بی‌امان و مصائب بی‌پایان که متحمل می‌شوند، اعضای یک جامعه قوی و پویا هستند که در وطن عزیز خود، سرزمینی که در آن فرصت‌های فراوانی برای خدمت موجود است، در نهایت استقامت به امر الهی به هموطنانشان خدمت می‌کنند. منبع الهام آنان مثال و نمونه حیات حضرت بهاءالله است که برای استقرار عدالت ظلم را تحمل فرمودند. جمال مبارک عیناً همین رو می‌فرمایند. آنان به این بیان حضرت ولی محبوب امرالله به خوبی واقفند و آن را ارج می‌نهند که می‌فرمایند ولی صبر و تحمل و شجاعت و شهامت لازم است. و به وعده آن حضرت مطمئن و دلگرمند که می‌فرماید زود است آن اقلیم جنت النعیم گردد و مظلومان ایران فخر جهان و مقتدای جهانیان گردند. و ان هذا لوعد غیر مکذوب، و این وعده است
که دروغین نیست، حقیقت است و بدون شک اتفاق خواهد افتاد و ان هذا لوعد غیر المکذوب. در حقیقت ثبات و استقامت آن عزیزان سبب بقای امراللهی در مهد امرالله گشته. سلوکشان تأثیری جاودانه بر اذهان و قلوب هم میهنانشان نهاده، به طوری که در سالهای اخیر تحول تاریخی در نگرش ایرانیان عادل و منصف در سراسر جهان مشاهده شده است. با توجه به مطالب مذکور با نهایت محبت به شما توصیه می شود که ناامید نگردید و دلسرد نشوید، چنانکه بیت اعظم قبلا فرمودند بهایان ایران که به دست توانای حضرت بهاءالله و در راه تحقق نوایای مقدسه اش مبعوث و پرورش و آمادگی یافته‌اند، به منزله گنجینه گرانبهایی برای امراللهی نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهانند که قوای مکنونه‌اش را نمیتوان چنان که باید و شاید در حال حاضر درک نمود. به درستی بهایان ایران مایه افتخار و مباهات عالم بهایی و موجب فرح و سرور قلوب سایر مؤمنینند. مطمئن باشید که بیت اعظم در اعتاب مقدسه اولیا با تضرع و ابتعال مسئلت می نماید به دوستان عزیز در ایران و هم میهنان شریفشان در ظل حمایت و صیانت حضرت قادر متعال محفوظ و مصون مانند و در مساعی خود برای یاری و پشتیبانی دیگر در رویارویی با مشکلات موفق گردند. همچنین در حق شما در اعتاب مقدسه دعا خواهد شد. با تقدیم تحیات دارالانشاء بیت الاعظم. من دوستی دارم. این دوست تک کلامش این هست که کجایی بابا؟ به من میگی کجایی بابا؟ با دوستان دیگه صحبت میکنه میگه کجایی بابا؟ همین اخیراً آن پدر داغ دیده‌ای که پسرش کشته شده بود و در بین اجساد مردگان میگذشت و داد میزد سپهر کجایی بابا؟ جان من رو بر آتش زد و من رو به یاد این رفیق عزیزم انداخت که خودش 3 فرزند داره. بیت الاعظم در این پاسخنامه اگرچه وارد امور سیاسی نمیشن ولی ظلم ظالمین رو ذکر می‌فرمایند. اون مسئله است مجزا. میشه خواهش کنم ویدیوی دوم رو به اشتراک بگذارید؟ ردیف به ردیف کیسه های سیاه، زمین از سرد و این همه بیگناه، 12 دقیقه لعنتی 12,000 ساله یه بابا موند و ببری که محاله. زیپ هر کیسه رو که میکشم پایین، دنیا میلرزه میخورم زمین، صدای زجه بوی خون سرد یه بابا موندو یالنه در. چرا دستات سرده قهرمان من؟ کجایی بابا؟ کجایی
وطن کجایی قهرمان کجایی بابایی داره کر میکنه این بی صدایی چشمهات رو وا کن ببین کی اومده اونی که واسه دیدنت قید دنیا رو زده سپر بابا کجایی چرا جواب نمیدی چرا بی صدایی میگردم و میگردم لای کیسه های سیاه دورت بگردم چرا نمیاد صدا دست میکشم رود باور نمی کنم من این سیاهی رو از بر نمی کنم چقدر سنگین شده این تن جوونت بمیرم واسه اون تن فرق خونت پاشو بریم پوره مامان دل واپسه واسه کشتن یه رویا 12 دقیقه بسه یکی دیگه باز یکی دیگه دستم میلرزه بازی جوون دیگه دنیام تموم شد و بازم چشم توی سیاهی ها دنبال یه ماهم بازم که تو نیستی میشنوی بابا سپر کجایی بابا قلب باید رؤوف باشه. در 26 ماه می 2024 پیامی از دارالانشاء بیت‌العدل اعظم خطاب به مؤسسه مطالعات رفاه جهانی صادر شد. در این پیام می‌فرمایند دوستان عزیز روحانی، بیت‌العدل اعظم آگاهند که جوانان بهایی بیش از پیش با این پرسش مواجه می‌شوند که واکنششان در قبال منازعات شدید و بحران‌های انسانی مربوطه‌ای که جهان را متلاطم می‌سازد چه باید باشد؟ معهد اعلی اشاره می‌نمایند که این سوال برای مؤسسه مطالعات رفاه جهانی که سمینارهایی برای جوانان و بزرگسالان جوان برگزار می‌کند از اهمیت خاصی برخوردار است. بدین ترتیب بیت‌العدل اعظم مقرر فرمودند مطالب ذیل را با شما در میان بگذارم، به این امید که کمکی به جوانان بهایی باشد، جوانانی که به دنبال درک روشن‌تری از نگرش بهاییان نسبت به رویدادهای مختلف جهان در ارتباط با تعالیم الهی هستند.
گرایش افکار عمومی به خصوص بر اساس آنچه در فضای مجازی بیان می شود این است که بالاترین ارزش به ابراز خشم و سخنگویی بی‌پرده اطلاق می گردد و اهمیت خاص به صحبت صریح درباره منازعات و بحران‌های انسانی مربوطه داده می شود که از طریق نوعی اعلان عمومی یک دولت یا نهاد سیاسی را مقصر شمرده آن را محکوم می کند. یعنی می‌فهمند مثلا در فیسبوک یا اینستاگرام یا هر جای دیگه در فضای مجازی رسم این شده که بالاترین ارزش رو به چی میدن؟ به ابراز خشم و سخنگویی بی‌پرده و اهمیتی خاصی میدن مردم به صحبت صریح درباره منازعات و بحران‌های انسانی که از طریق نوعی اعلان عمومی کنند و یک دولت یا نهاد سیاسی رو مقصر بشمارند. روسیه مقصره، اوکراین مقصره، غزه یا فلسطینی‌ها مقصرن یا اسرائیل مقصره، هر کدوم رو مورد خطا قرار بدیم. بعد می‌فرمایند درک صحیح این موضع فقط در پرتو اصل بهایی عدم مداخله در امور سیاسی حکومت‌ها میسر است. اما چنین موضوعی را بی تفاوتی نسبت به درد و رنج ناشی از منازعات دانستن غیر قابل توجیه است. فکر نکنید اگر بهایی ها پابند اصل عدم مداخله در امور سیاسی حکومت ها هستند معنیش این هست که بهایی ها بی تفاوت هستند به درد و رنجی که ناشی از این منازعات است. بیت العظم مکرراً توجه را به شرایط و اوضاع جهان جلب نموده و مسئولیتی را که بهاییان باید برای تلاش در ایجاد جهانی صلح آمیز احساس کنند تأکید فرمودند. همانطور که در پیام رضوان 2024 بیان شده، نگرانی و دلسوزی صمیمانه درباره درد و رنج عالم انسانی باید موجب تلاشی مستمر برای ایجاد جوامعی گردد که به جای یأس، امید و به جای اختلاف اتحاد ارائه دهد. موضوع تلاش برای صلح در پیام 18 ژانویه 2019 بیت خطاب به بهایان جهان به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفت. چنانچه می‌فرمایند برقراری صلح وظیفه‌ای است که همه نوع بشر به انجام آن فراخوانده شده‌اند. مسئولیت بهایان برای کمک به این فرایند در طی زمانی تکامل خواهد یافت، ولی آنان هرگز صرفاً تماشاگر نبودند و سهم خود را در یاری و عملکرد نیروهایی که بشریت را به سوی وحدت سوق می‌دهد ایفا نموده و می‌نمایند. اهل بها مأمورند که به مثابه مایه عالم باشند. به بیان حضرت بهاءالله توجه کنید که می‌فرمایند در جمیع احوال به آنچه سبب آسایش خلق است مشغول باشید. همت را در تربیت اهل عالم مصروف دارید که شاید نفاق و اختلاف از مابین امم به اسم اعظم محو شود و کل اهل یک بساط و یک مدینه مشاهده شوند. این کلمات حضرت بهاءالله برای هر جوان بهایی که درباره پاسخش به رنج‌های ناشی از منازعات جهان مورد سؤال قرار می‌گیرد از اهمیت خاصی برخوردار است. بیت العظم تعهد فوق‌العاده قوی جوانان بهایی در سراسر جهان را برای ارائه پیام شفابخش الهی که معالاً تنها امید بشریت است بارها تحسین فرمودند. برمیگردیم به چندین سال پیش، 12 اسفند 1391. باز بیت العظم فرمودند احبای عزیز الهی در مهد امرالله ملاحظه فرمودند بهاییان در پی کسب قدرت سیاسی نیستند. در دولت‌های مطبوع خود، مطبوع با تی دو نقطه، یعنی که متابعشون هستند، قطع نظر از نوع حکومت پست‌های سیاسی را نمیپذیرند، هرچند مسئولیت‌هایی را که صرفاً جنبه اداری دارد قبول می‌کنند. به احزاب سیاسی وابستگی ندارند، در سیاست حزبی دخالت نمی‌کنند و در برنامه‌های وابسته به دستورالعمل‌های تفرقه انداز
هیچ گروه یا حزبی تفرقه انداز هیچ گروه یا حزبی شرکت نمی‌جویند. در این عین حال به کسانی که با نیت خاص برای خدمت به کشور خود در اقدامات سیاسی مشارکت می‌نمایند و یا آمال سیاسی را دنبال می‌کنند احترام می‌گذارند. یعنی ما بد و بیرا و فحش به کسایی که در پست‌های سیاسی هستن نمیدیم، بهشون احترام می‌گذاریم اگرچه خودمون دخالت نمی‌کنیم. رویکرد جامعه بهایی در مورد عدم مشارکت در این گونه فعالیت‌ها به منزله اعتراضی بنیادین نسبت به امر سیاست به معنای واقعی آن نیست، زیرا نوع بشر معالاً از طرق سیاسی امور خود را سازمان می‌دهد. ما می‌فهمیم اهمیت مسائل سیاسی رو. این نیست که ما این مطلب رو درک نکنیم. بهاییان میفهمند و برش مطلع هستند، دخالت نمی کنند و این دلیل داره. بهاییان در انتخابات مدنی شرکت می کنند، ولی تنها در صورتی که این عمل، یعنی شرکت در انتخابات، مشروط به وابستگی آنان به احزاب سیاسی نباشد. بهاییان دولت را نظامی برای حفظ رفاه و پیشرفت صحیح اجتماع تلقی می نمایند و در هر کشوری که زندگی می‌کنند اطاعت از قوانین آن را بدون زیر پا نهادن عقاید دینیشان وظیفه خود می‌دانند. در هیچ توطئه و دسیسه‌ای برای براندازی هیچ دولتی شرکت نمی‌جویند. بهاییان حتی برای براندازی دولت حکومت جمهوری اسلامی اقدامات نمی‌کنند، دخالت نمی‌کنند. در هیچ توطئه و دسیسه‌ای برای براندازی هیچ دولتی شرکت نمی‌جویند و در روابط سیاسی دول مختلف دخالت نمی‌نمایند. اما این بدان معنی نیست که بهاییان از فرآیندهای سیاسی جهان امروز بی اطلاعند و بین حکومت‌های عادل و ظالم تمایز قائل نمی‌شوند. رهبران جهان در قبال مردم کشور خود که گرانقدرترین ذخایر هر مملکت شمرده می‌شوند، مردم کشور گرانقدرترین ذخایر هر مملکتی شمرده میشن، وظایف سنگین و مقدسی بر عهده دارند. بهاییان در هر کجا که ساکن باشند میکوشند که موازین عدالت را رعایت نمایند و برای اصلاح نابرابری و بی‌عدالتی نسبت به خود و دیگران در قالب قوانین موجود فعالیت کنند، ولی از هر نوع اقدام خشونت‌آمیز نیز اجتناب می‌ورزند. محبتی که بهاییان در قلوبشان نسبت به تمام نوع بشر می‌پرورانند هیچ مغایرتی با احساس علاقه و وظیفه نسبت به وطنشان ندارد. این استنتاج همان بیان حضرت بهاءالله مندرج در جلد 7 مائده آسمانی است که در ایام طفولیت داستان بنی قریظه را خوندن و من پس فضل و بخشش خداوند چه شد. محبت نسبت به همه. عرض کردم در تاریخ ادبیات ایران بسیاری از عظمای ادبیات فارسی تحت تأثیر این اتفاقات قرار گرفته بودند. یکیشون که ملک الشعرای بهار بود که قصیده دماوندیه رو با هم خوندیم. شخص دیگر عارف قزوینی ادیبی بسیار مؤدب و محترم. لطفاً قسمت بعدی رو ببینید. این شعر بعدی از خون جوانان وطن لاله دمیده از منشآت عارف قزوینی است که به آهنگ گذاشتن. لطف کنین اون رو به اشتراک بگذارید. از خون جوان وطن لاله
از ماتم سر به قدشان سرو جانم سرو خدا سرو خمیده چه کجف داری ای چرخ چه بد کرداری ای چرخ سرکین داری ای چرخ ندین داری ناهین 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 داری ای چرخ ندین داری ناهین داری ناهین داری ای چرخ هنگام می و فصل گل و گشت و چمن شد دلتنگ چو من مرغ جانم مرغ قافز بهر وطن شد چه کج رفتاری ای چرخ چه بد کرداری ای چرخ سرکین داری ای چرخ ندین داری ناهین داری ناهین داری ای چرخ جناب بدی هر زمانی که اراده بفرمایید یه بریک خواهیم داشت. بله، خیلی ممنون. خسته شدین؟ نه اصلا واقعا برنامه خیلی پری هست و خیلی جالبه. زحمت کشیدیم. خب وظیفه بهائیان در این مورد چی میشه؟ خانم شهریاری اجازه بدین در خدمت خواهیم بود بعد از انتهای جلسه. وظیفه بهائیان چی میشه پس؟ در فقره اول کلمات مکنونه فارسی از بهاءالله میفرمایند ای بلبل معنوی جز در گلبن معانی جای مگزین و ای خود سلیمان عشق جز در سبای جانان وطن مگیر و ای عنقای بقا جز در قاف وفا محل مپذیر. این است مکان تو. بلبل معنوی ما هستیم که به معانی آثار مبارکه باید واقف بشیم. این معنوی بودن این بلبل که در گلبن معانی باید جا بگیره. این یکی از تمهای اصلی آثار مبارکه از بهاءالله است که الفاظ و معانی رو از هم مجزا بکنیم. و میفهمن این بلبل معنوی جز در گلبن معانی جای مگزین. یعنی اول درک کن، آثار مبارکه رو درک کن، معانیشون رو بفهم. مرحله دوم و ای خود سلیمان عشق جز در سبای جانان وطن مگیر. عاشق شد تو که خود سلیمان عشق هستی. و مرحله سوم و ای عنقای بقا جز در قاف وفا محل مپذیر. یعنی چی؟ یعنی بعد از این که به این دو مرحله نائل شدی وفادار باش، استقامت داشته باش. این هست مسئله دوم، مرحله سوم. بنابراین ما وظیفمون به عنوان یک بهایی چی هست؟ این هست که معانی رو درک بکنیم،
عشق رو در قلب خودمون ایجاد بکنیم و بعد وفادار باشیم و استقامت داشته باشیم. وظیفه ما بهاییان در قبال دنیایی که چنان آشفته هست، دنیایی که پر از رقابت و کشمکش هست چیه؟ کاری که ما میتونیم بکنیم، دو کار مهمی که ما میتونیم انجام بدیم که در آثار مبارکه بدون هیچ گونه تعارفی مؤکداً تأکید شده: تبلیغ امرالله و تعلیم و تربیت اطفال و جوانان و خودمون و بزرگسالان و پیرها، همه تعلیم و تربیت و تبلیغ امرالله. این دو مطلب، تبلیغ امرالله رو نمیشه از مد نظر دور کرد. ملتی که تعداد پیروانش کم هستند ملت کوچکی هستند، ملت بی اهمیتی هستند. دخالت در امور سیاسی اگر بشه به صورت ظاهری در دیانت بهایی مقبول نیست، ولی اگر تعداد بهایان دنیا به 100 میلیون برسه، اون موقع از نظر سیاسی مسلماً تأثیر کلی خواهند داشت. چرا ما در سیاست دخالت نمی کنیم؟ میدونید که در زمان مشروطه ازلی ها که خب عنوان اونا عنوان بابی ها شمرده می شدن، اگرچه در بین خود گروه احبا مجزا بودن، در سیاست دخالت می کردن. ازل 2 داماد داشت، آقاخان کرمانی و احمد روحی. اینها باجناق بودن، اینها با 2 تا دخترای ازل ازدواج کردن، دامادهای ازل بودن. ولی بعداً مشکلات زناشویی پیش اومد، یه مقداری جدا بودن و با هم سفر میکردن. اینها در خطه عثمانی بودن، بر علیه دولت ایران اقدامات سیاسی داشتند. دولت ایران دولت عثمانی رو به تحریک برانداخت و این 2 نفر رو دستگیر کردن، به علاوه یک شخص سوم، و اینها رو به ایران فرستادن، دست بسته، کتف بسته به ایران فرستادن. در اون موقع محمد علی شاه ولیعهد بود، محمد علی میرزا بود. و میدونی که در دوران قاجار ولیعهد قاجار همیشه حاکم آذربایجان بود. در شاهگلی تبریز همین محمد علی میرزا نشسته بود، نمیدونم قرمه سبزی میخورد یا آبگوشت میخورد یا هرچی، دستور داد جلوی چشمش آقاخان کرمانی و احمد روحی رو سر بریدند و سرشون رو از تنشون جدا کردن، پر از کاه کردن و به تهران فرستادن. ما بهاییان این کاره نیستیم. ما بهاییان این نوع دخالت ها را در امور سیاسی قبول نمی کنیم. ما به دنبال وحدت عالم انسانی هستیم. این از وظیفه ما بهاییان. دستور این است. شخص بود به نام الکساندر تومانسکی، یکی از مستشرقین روسی که با احبای اشقاباد رفت آمد زیادی داشت. اولین کتب بهایی که به زبان روسی ترجمه شد توسط این شخص بود و کسایی که در کانون مشرق شناسی سنت پیترزبورگ اینا خیلی فعال بودن و با احبای اشقاباد تماس بسیار زیادی داشت و به ایران هم آمده بود. در خاطرات خودش می نویسه یک روز در بین بهاییان بودم و غذا آوردن، پلو آوردن. علی‌رغم دستورات دیانت بهایی که با دست غذا نخورید، با قاشق و چنگال غذا بخورید، اینا دستاشون رو تو غذا کردن و شروع کردن با دستاشون، با انگشتاشون، با پنجه‌هاشون پلو خوردن. این رو به عنوان انکتورال، به عنوان یک چیز فکاهی میگه، ولی مد نظرش مونده که نوشته
به ما فرمودن از سیاست برکنار باشیم. حضرت عبدالبها به کرات میفرمایند سیاست الهی، سیاست الله اعظم سیاست هاست. بنابراین ما در سر دوراهی قرار داریم. همون نوع دوراهی که شخص عزیزی مثل قرةالعین جناب طاهره قرار داشت. و چه گفت جناب طاهره در این مورد وقتی در سر دوراهی قرار گرفته بود؟ عزیز جان میتونی اون شعر جناب طاهره رو خال بکن جلب یکی اون رو بگذاری لطفاً؟ کنج لب یکی طره مشک فام دو، وای به حال مرغ دل دانه یکی و دام دو، وای به حال مرغ دل دانه یکی و دام دو. محتسب است و شیخ و من صحبت عشق در میان، از چه کنم مجابشان پخته یکی و خام دو، از رخ و زلف ای صنم روز من است همچو شب، وای به روزگار من روز یکی و شام دو، روز یکی و شام دو. هست تو چشم دل ربا همچو قراب پرز می، در کف ترک مست بین باده یکی و جام دو، کشته تیغ ابرویت گشته هزار همچو من، بسته چشم جادویت میم یکی و لام دو، وعده وصل میدهی لیک وفا نمی کنی، من به جهان ندیدم مرد یکی کلام دو، مرد یکی کلام دو. خال به کنج لب یکی طره مشک فام دو، وای به حال مرغ دل دانه یکی و دام دو، وای به حال مرغ دل دانه یکی و دام دو، دانه یکی و دام دو.
میدونیم که جناب طاهره خالی در گونه داشت و این شعر طوری که سروده شده، مصرع اول میگه خال به کنج لب یکی، این جسمانی است. طره مشکفام دو طره موی که در دو طرف صورت جناب طاهره بود، اون هم جسمانی است ولی نماد است. من خال به کنج لب یکی، طره مشکفام دو، وای به حال مرغ دل. این دیگه جسمانی نیست. مصرع دوم، وای به حال مرغ دل، دانه یکی و دام دو. یک دانه هست ولی 2 تا دام برای من گذاشته شده، یکی امور جسمانی و دنیوی و دیگری تمایلات روحانی. بعد میفرماید محتسب است و شیخ و من. شما صحنه شهادت جناب طاهره رو در نظر بگیریم. محتسب است و شیخ و من، صحبت عشق در من، یعنی 3 نفریم. یک محتسب هست، حسابگر هست، یک شیخ هست، یک مفتی مذهبی هست و ما 3 تا هستیم. قاضی هست و عالم مذهبی و من. صحبت چی داریم میکنیم؟ صحبت عشق داریم میکنیم. چون کنم مجابشم؟ من چجوری این 2 تا رو مجاب کنم؟ پخته یکی و خام دو. من پخته هستم، این 2 تا محتسب و شیخ هستن که خامن. بعد میگه از رخ زلفت ای صنم روز من است همچو شب. وای به روزگار من، روز یکی و شام دو. به خاطر دوریش 2 تا شب دارم، یکی شب روز و شب که میاد و یکی هم شب دوری من هست. و در آخر میگه میدونی که از طاهره هیچ وقت به حضور از رب اعلی نرسید. وعده وصل میدهی لیک وفا نمی کنی. من به جهان ندیدم مرد یکی کلام دو. شما این حالت جناب طاهره رو و بیان ابتدای کلمات مخدونه فارسی رو در نظر بگیرید. حالا ما اینجا میتونیم تصمیم بگیریم، به تبلیغ بپردازیم، به اشاعه تعالیم حضرت بهاءالله بپردازیم، یا قمه دست بگیریم نعره بزنیم در خیابون بر علیه فلان. به نظر من احمقانه ترین کاری که یک شخص میتونه بکنه اینی که جان خودش یا فرزندش رو یا یک از نزدیکانش رو فدا بکنه برای اینکه شخص دیگری به حکومت برسه. کدام حکومت تا حالا در دنیا شده که عدالت رو برای تمام مردم رعایت کردن؟ اونی که مرد. شما دامادهای ازل رو در نظر بگیرید در مورد دیانت بهایی. اگرچه الان مسلم هست بر همه که بهاییان در سیاست دخالت نمی کنند و با این همه اینقدر مورد تعرض قرار می گیریم، وای بر روز ما اگر روزی در سیاست دخالت بکنیم و اون وقت هرچه حرص و صیانت در اطراف ما هست به خاطر این تعلیم مبارک از بین خواهد رفت. من در انتها یک داستان از حضرت عبدالبها برای شما میخوام تعریف کنم و این داستانی است که چون به فارسیش وجود نداره، از جمله خطابات حضرت عبدالبها هست ولی متاسفانه فارسیش وجود نداره و ترجمه‌ای که من خدمتتون ترجمه خودم است. روز 6 آگوست 1912 حضرت عبدالبها در منزل آقا و خانم آرثر پارسنز در دابلین نیو همشایر سخنرانی داشتن. اون روز حضرت عبدالبها 2 سخنرانی داشتن که این یکیشونه. حضرت عبدالبها میشینن و میفهمن هوا خیلی خوبه، هوا به اصطلاح معتدل بود و میفهمن که حالا ماه آگوست بوده در نورت ایست آمریکا و حضرت عبدالبها میفهمن حالا که اینجا هستیم همه اجازه بدید جلسه رو به سوال و جواب بگذاریم. یعنی حضرت عبدالبها خطابه نمیفهمن، میفهمن شما سوال کنید من جواب میدم و حضار خوشحال میشن و قبول میکنن. یک کسی سوال میکنه. سوال اول: آیا همه مسیحیان بهایی نیستند؟ آیا تفاوتی وجود دارد؟ حضرت عبدالبها میفرمایند وقتی مسیحیان طبق تعالیم مسیح عمل میکنند بهایی نامیده میشوند، زیرا مبانی مسیحیت و دین بهاءالله یکی است.
مبانی همه پیامبران الهی هم کتب مقدس یکیست. تفاوت آنها فقط در اصطلاحات است. هر بهار و بهار قبلی یکسان است. تمایز بین آنها فقط در تعلیم است و غیره. بنابراین تفاوت بین یک مسیحی و یک بهایی این است: یک بهار قبلی وجود داشت و اکنون یک بهار جدید وجود دارد. هیچ تفاوت دیگری وجود ندارد. الی آخر. وقتی این از عبدالبها می‌فرمایند، بر بعضی از حضار امر مشتبه میشه که اگر مسیحی‌ها و بهائی‌ها یکی هستند، آیا عبدالبها معتقد است که مسیحیت در آمریکا به طور کامل رعایت و اجرا نمی‌شود؟ ببینید سوال دوم رو. به خاطر اون پاسخ از عبدالبها که می‌فرمایند اگر مسیحی واقعی باشه بهایی است، سوال دوم ایجاد میشه در ذهن حضار: آیا عبدالبها معتقد است که مسیحیت در آمریکا به طور کامل رعایت و اجرا نمی‌شود؟ از عبدالبها فرمود منظور من این است که باید به طور کامل رعایت و اجرا شود. انسان به چشم، گوش، بازو، سر، پا و اعضای مختلف دیگر نیاز دارد. وقتی همه چیز را با هم داشته باشد، در او تقارن و کمال وجود دارد. بنابراین مسیح گفت پس شما کامل باشید همانطور که پدر شما در آسمان کامل است. بنابراین دانش صرف برای دستیابی کامل انسان کافی نیست. تعالیم کتب مقدس برای اجرای آنها به قدرتی آسمانی و قدرتی الهی احتیاج است، ضروری است. میفهمن از این جهت هست که پزشکی لازم هست. حضرت بهاءالله نه تنها این وحدت و عشق را اعلام کردن، بلکه آن را برقرار ساخت. این مطلب ادامه پیدا میکنه تا حضرت عبدالبها داستانی از زمانی که در استانبول بودن برای همه شهر میدن و این داستانی بسیار بسیار جالب و مهمه. مطلبی که از عبدالبها در این داستان میفرمایند بسیار قابل اهمیته. میفرمایند سالها پیش در بغداد افسری را دیدم. ببخشید من گفتم استانبول، بغداد. افسری را دیدم که روی زمین نشسته بود. در مقابلش کاغذ بزرگی قرار داده شده بود که سوزنهایی با پرچمهای کوچک قرمز و سفید در آن فرو می‌کرد. این افسر ترک این کارو می‌کرد. ابتدا آنها را در کاغذ فرو می‌کرد، سپس با دقت آنها را بیرون می‌کشید و جایشان را عوض می‌کرد. من مدت زیادی با کنجکاوی به او نگاه کردم و سپس پرسیدم چه کار می‌کنی؟ از عبدالبها به این افسر ترک میگم چه کار داری می‌کنی با این پرچمایی که میاری میبری؟ او پاسخ داد من چیزی را در ذهن دارم که از نظر تاریخی به ناپلئون اول در طول جنگش علیه اتریش مربوط می شود. گفته می شود روزی منشیش او را در حالی که روی زمین نشسته بود، همانطور که من الان دارم انجام می دهم، در حال فرو کردن سوزن در کاغذی جلویش یافت. منشی ناپلئون پرسید که این یعنی چه؟ ناپلئون پاسخ داد من در میدان نبرد هستم و در حال برنامه ریزی برای پیروزی بعدیم. میبینید ایتالیا به اتریش شکست خوردن و فرانسه پیروز شده است. در لشکرکشی بزرگی که پس از آن انجام شد، همه چیز همانطور که ناپلئون گفته بود پیش رفت. ارتش ناپلئون نقشه‌هایی را با موفقیت کامل به انجام رساند. اکنون من هم مانند ناپلئون، افسر ترک میگه من هم مانند ناپلئون در حال برنامه ریزی برای یک لشکرکشی بزرگ برای فتح نظامی هستم. عبدالبها میفهمند گفتم ارتش شما کجاست؟ ناپلئون وقتی پیروزی خود را رقم زد ارتش مجهز داشت. شما ارتشی ندارید. نیروهای شما فقط روی کاغذ وجود دارند. شما قدرت فتح کشورها رو ندارید. ابتدا ارتش خود را آماده کنید، سپس با سوزنهایتان روی زمین بنشینید. ما برای رسیدن به پیروزی در دنیای معنوی به ارتش نیاز داریم. برنامه‌های صرف کافی نیستند. ایده ها و اصول بدون قدرت الهی برای عملی کردن آنها ناتوان هستند. اگر لطف کنین فقط با من همراه باشین. من یکی از بیانات حضرت ولی امرالله رو میخوام با شما به اشتراک بگذارم. حضرت ولی امرالله سبک انشای متفاوتی داشتن.
در یکی از توقیات مبارک میفرمایند ای عشاق امر بها، ببینید چقدر روان مثل آب زلال، ای عشاق امر بها، وقت آن است که کل به پاس عنایات عظما اعزازا لامره المقدس الابها و تسریعا لتحقق کلمته الجامعه العلیا متوجها الیه منقطعا اما سوا در سبیل ترویج وحدت اصلیه و هدم بنیان عمیق تعصبات جنسیه و سیاسیه و وطنیه جانفشانی نماییم و در تولید حسن تفاهم و تعاون و تعاضد بین ملل و اقوام متغایره و تحلیل نطاق منازعات آتیه و تقلیل و تخفیف ثقل عظیم بلیات حتمیه آینده به همتی خلل ناپذیر و شجاعت و شهامتی بدی در انجمن عالم مبعوث کردیم. چنان قیامی نماییم که سکان ملأ اعلی ندای واتوها برآورند و به هتاف بشری لکم یا ملأ البها تحسین و تهنیت نمایند. بشری لکم یا ملأ البها. از ضوابع امتحان و شرایط افتتان خائف و هراسان نگردیم و از حوادث خطیره آتیه و وقوعات حاله کدر مرعوب و مضطرب نشویم. از تهدیدات ملکیه و شؤونات آفاقیه و ظنون و اوهامات ناسوتیه چون برق درگذریم و در وضع قوائم و دعائم مدنیت جدیده بدیع الهیه همتی شایگان بگماریم. با احدی از جالسین بر وساده عزت و منصب مداهنه ننماییم. مداهنه دهن به دهن شدن، مجادله کردن و دخالت کردن. با هیچ دولتی سرا مرتبط نگردیم. از اقاویل و اباطیل انفس سافله الهیه چشم پوشیم. بعد در انتهای این توقیه حضرت ولی امرالله میفرمایند و اختم الکلام، یعنی من کلامم رو به این خاتمه میدم. و اختم الکلام به ما نزل من القلم الاعلی فی مقام آخر. یکی از بیان حضرت بهاءالله در جای دیگه نازل فرمودن تالله الحق، قسم به حق، لو یقوم واحد، اگر هر نفسی قیام کنه علی حب البها فی ارض الانشاء، برای عشق و حب بها در عرض زمین، و یحارب معه کل من فی الارض و السماء، و با اون بجنگن تمام کسانی که در آسمان و زمین هستن، لیغلبه الله علیهم، خداوند اون واحد رو بر همه اونها غالب خواهد کرد. اظهارا لقدرته و ابرازا لسلطنته. و من یفتح الیوم شفتا، و کسی که لبهاشو باز کنه امروز لذکر مولا یؤیده جنود وحی الله، جنود وحی خداوند او رو تایید خواهد کرد به الهام بدیع و یجری الله عن فمه کوثر الالفان و ینطقه بالحکمت والبیان علی شأن به نحوی لن یقدر ان یتکلم بین یدی احد من الخلائق اجمعین. این هدیه رضوان 89 سال بدیع حضرت ولی امرالله به احبای شهر بود. من عرض دیگه ای ندارم و تقاضا میکنم اون سرود آخر رو شما برای همه به اشتراک بگذارید.
بهایان شاید با جرأت بتوان گفت تنها گروه ایرانی هستند که به هیچ وجه خطری برای حکومت ایران ندارند. هیچ گونه صدمه‌ای به هیچ کس در خطه ایران، چه دولت و چه ملت، وارد نمی‌آورد. ولی متاسفانه با سوء تفاهمی که در ذهن گردانندگان حکومت ایران ایجاد شده، بهاییان را مورد استیزا و تعصب بسیار شدید خودشون قرار دادن. من از شما تشکر میکنم که در این جلسه طولانی با من همراه بودیم. مطلبی است که در قلب همه ما جا داره. ما همه در ایران متولد شدیم و بزرگ شدیم و من امید وطید دارم که در آینده نزدیک بتونیم همدیگر رو دوباره در اون خاک پاک، در اون سرزمین ببینیم و در آغوش بگیریم. خیلی ممنونم از اینکه تشریف آوردید. جناب دکتر بدیعی عزیز، با این برنامه پرمحتوا و متنوع و بسیار جالب، من نمیدونم چگونه از شما تشکر کنم. بسیار زحمت کشیدید، واقعا سپاسگزاریم. حالا اگر اجازه بدین، اگر دوستان سوالی داشته باشن، البته دوستان باید دست الکترونیکشون بالا ببرند و سوال بسیار مختصر باشه، چون وقت زیادی نداریم و به چند سوال بیشتر جواب نمیدیم، چون البته این رو به عهده جناب دکتر بدیعی میگذارم که تا هر زمان که خواستن جواب بدن. جناب رزاقی، خانم شهریاری از اول دست بلند کرده بودن و من بهشون قول دادم که بهشون فرصت خواهیم داد.